همه چیز از مهندسی شروع میشه. در دامون ساخت سردخونه فقط به مونتاژ چند تا تجهیز ختم نمیشه. ما هر پروژه رو قبل از اینکه ساخته بشه بارها و بارها روی کاغذ و نقشه میسازیم. دپارتمان مهندسی دامون از 2 بخش تخصصی مکانیکال و الکتریکال تشکیل شده. در بخش الکتریکال ابتدا مدارهای فرمان و قدرت و در صورت لزوم تابلو PLC طراحی میشه و بعد از انتخاب دقیق تجهیزات الکتریکی مراحل تامین و ساخت شروع میشه. در بخش مکانیکال ما کل سیکل سرمایشی را 0 تا 100 طراحی میکنیم. قبل از هر اقدامی با توجه به کاربری سردخونه و درخواست متقاضی بار برودتی به صورت دقیق محاسبه میشه. بر همین اساس تجهیزات مناسب که مهمترین بخش طراحی هر سردخونه است انتخاب میشن. با توجه به جانمایی اجزای سیکل، سایزینگ و مسیر لوله‌کشی که فاکتورهای اثرگذار در افزایش راندمان طراحی میشه. حتی نحوه عایق‌کاری و پنل کردن، محل و جهت قرارگیری درپا روی نقشه طراحی میشه و برای اجرا به واحد تولید ارائه میشن. تمامی این مراحل هم برای سردخونه ثابت و هم پورتابل انجام میشه و محاسبات و نقشه به عنوان داکیومنت هر پروژه آرشیو میشه و در قالب فاینال بوک به کارفرما ارائه میدیم. در واحد مهندسی دامون هیچ چیز به حدس و خطا سپرده نمیشه و همه چیز قبل از اجرا روی نقشه مشخصه. این یعنی اجرای دقیق بر اساس مستندات فنی و پروژه‌ای که در نهایت هم استاندارد هم قابل اطمینان.